برگ طلایی صنعت پهپادی ایران با سامانه خلبان خودکار. سامانه‌های پیشرفته ایرانی، خلبان‌های خودکار و هدایت هواگردها با این سیستم‌های جدید. با نام و یاد خدا، سلام و عرض ادب دارم خدمت همه دوستان و همراهان همیشگی کانال پارتیزان. خیلی خوش اومدید به یکی دیگه از برنامه‌های ما. امروز توی برنامه جدیدمون می‌خوایم به بررسی یک سیستم پیشرفته تماماً ایرانی بپردازیم که وجودش برای هدایت پهپادهای ایرانی باعث شده تا آزادی عمل زیادی به پرنده‌های آهنین ایران داده بشه. سیستم جدید خلبان خودکار این وظیفه رو در اختیار داره و پهپادها و پرنده‌های نیمه سنگین رو به سادگی هدایت میکنه. پس اگر می‌خواید درباره این سامانه اطلاعات بیشتری به دست بیارید، تا پایان برنامه با ما همراه باشید و با لایک و کامنت و سابسکرایب از تیم ما حمایت کنید و به ما انرژی بدید. اما حالا بریم سراغ بخش اصلی که برنامه امروز. امروزه واژه پهپاد و هواگردهای بدون سرنشین واژه‌ای پرکاربرد شدن که در لغتنامه نظامی جهان جای خودشون رو به خوبی پیدا کردن. در تمام کشورهای مطرح در صنعت نظامی در جهان پهپادها نقش پررنگی دارن. حالا اما کشور ما سعی کرده با توسعه سیستم‌های نوین پروازی و همچنین ارتقای کیفیت سیستم‌های مکانیکی کیفیت پهپادها رو بهبود ببخشه و کاری کنه تا پهپادهای ساخت ایران از سایر پهپادهای جهان متمایز بشن. توسعه سیستم خلبان خودکار RU715FC دقیقاً مؤید این ادعاست. در ابتدا بریم تا با سامانه خلبان خودکار برای پرنده‌های سبک و نیمه سنگین نظامی بیشتر آشنا بشیم و بعد هم بریم سراغ بررسی ویژگی‌های سیستم ایرانی. خلبان خودکار یا اتوپایلوت یک سیستم الکترونیکیه که برای هدایت و کنترل وسایل پرنده مثل هواپیماها و پهپادهای بدون نیاز به دخالت مستقیم انسان استفاده میشه. این سیستم شامل ترکیبی از سنسورها، پردازنده‌ها و عملگرهاست که به پرنده این امکان رو میدن تا مسیر مشخصی رو به صورت خودکار طی کنند. لازم به ذکره که کاربرد این سیستم در پرنده‌های بدون سرنشین با پرنده‌های سرنشین دار مقداری متفاوته. حالا با کلیت سامانه خلبان خودکار سعی کردیم آشنا بشیم، اما بریم سراغ سیستم خلبان خودکار ایرانی با نام RU715FC. سامانه خلبان خودکار ایرانی ما مجموعه‌ای متشکل از سیستم‌های سخت افزاری و نرم افزاری برای کنترل از راه دور هواپیماهای بدون سرنشین سبک و نیمه سنگین که توسط متخصصان صنایع دفاعی جمهوری اسلامی ایران طراحی و ساخته شد. این سامانه پیشرفته با بهره‌گیری از آخرین امکانات روز دنیا ساخته شده و به نیروهای مسلح ایران معرفی شده. مدیریت پایداری پهپاد در برابر باد و شرایط جوی بد، مسیریابی و استفاده از GPS برای دنبال کردن مسیرهای از پیش تعیین شده و اجرای برنامه‌های مشخص شده مثل شناسایی، بمبریزی و مواردی از این دست تماماً از ویژگی‌هایی هستند که این سیستم خلبان خودکار ارائه می‌کنه. جالبه بدونید که این سامانه ایرانی انقدر پیشرفته است که برای بسیاری از مأموریت‌ها دخالت انسانی رو عملاً به صفر رسونده و دقت و کارایی پهپاد رو به شدت بالا برده. RU715FC با استفاده از تکنولوژی نوین در طراحی بخش اویونیک، پردازش تصویر و سخت افزارهای خاص به یکی از سامانه‌های جذاب و مدرن هدایت انواع پهپاد و پرنده‌های بدون سرنشین تبدیل شده و جای پای خودش رو در ایران حسابی محکم کرده. یکی از ویژگی‌های این سامانه قابلیت هماهنگی و کیفیت بالای ارتباط اون با عوامل انسانیه. این سیستم هدایتی به شیوهی عمل میکنه که اطلاعات ارسالی از سوی تمامی حسگرهای وسیله پرنده توسط ایستگاه هدایت زمینی قرائت شده و بعد از رسیدن به دست خلبان و انجام تصمیم‌گیری‌های لازم فرمان‌های ارسالی از سوی اون به پهپاد ارسال میشه و پهپاد رو تا مسیر مشخصی هدایت میکنه. از جمله ویژگی‌های این سامانه قابلیت ضبط و ارسال تصاویر به صورت رمز شده و توسط لینک رادیویی که امنیت کار این سیستم رو تا حد زیادی بالا میبره. RU715FC به گونه‌ای طراحی شده که همیشه با نصب اون روی خودرو و یا به صورت حمل در چمدان‌ها از اون استفاده کرد. یکی دیگه از قابلیت‌های سامانه خلبان خودکار ما قابلیت تعیین مسیر سه‌بعدیه. این سیستم به صورت خودکار
مسیر دریافت شده رو تجزیه و تحلیل میکنه و متناسب با عملیات تعریف شده برای اون توسط خلبان تحلیل‌های تک بعدی، دو بعدی و یا سه بعدی رو ارائه میده. به این شکل مسیر دقیق‌تری تعیین و در نهایت کار به شیوه برنامه‌ریزی شده قبلی به انجام میرسه. این ابزار پیشرفته تولید داخل یک نمایشگر هم داره که ضمن ارائه مسیر دقیق طی شده و پارامترهای مرتبط با اون وضعیت پرنده رو به طور کامل مشخص میکنه و ابزارهای علامتگذاری، فرماندهی و مواردی از این دست رو به طور کامل در اختیار خلبان قرار میده. تمام مجموعه خلبان خودکار در قالب یک ایستگاه کنترل زمینی در اختیار خلبانان قرار میگیرند و شامل تمامی ابزارهای مورد نیاز خلبان برای انجام مأموریت‌های یک پهپاده. کم مصرف بودن، انعطاف پذیری در برنامه‌ریزی و همچنین کیفیت مناسب دستگاه‌ها و سازه از سایر ویژگی‌های این سیستم خلبان خودکار که توسط ارتش و سپاه مورد استفاده قرار می‌گیره. فراگیر کردن چنین سیستمی در ایران یک تحول مهم در صنعت پهپادی و همچنین تسلیحات هدایت پذیر و کیفیت کار و همچنین بهره‌وری رو به شدت افزایش شد. کاهش هزینه‌های جاری هدایت سنتی پهپادها هم توسط این سیستم به طور کامل اجرا میشه. امیدواریم که ارتقای دانش نظامی در ایران به همین سرعت ادامه پیدا کنه و شاهد پیشرفت‌های اساسی دیگه هم در این صنعت تاثیرگذار باشیم. خب رفقای عزیز، به پایان برنامه رسیدیم. امیدوارم که لذت برده باشید و خیلی ممنون که ما رو تا این لحظه همراهی کردید. تا برنامه بعدی همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ میسپارم.